آشپزخونه‌ش رو که کلا کوبیدیم، از اول ساختیم. تمام این آرکا و کابینت‌ها و اون سنگای مصنوعی پشت کابینت‌ها رو حذفشون کردیم. توی قسمت پذیرایی یک پنجره بزرگی داره که از اون پنجره بادبند کاملا مشخصه. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که پنجره رو کوچیک‌تر کنیم تا بادبند کمتر به چشم بیاد و جنبه زیباتری به خونه بده. و در آخر هم یک شومینه کاملا قدیمی داشتش که نوسازیش کردیم. ما کلید رو از کارفرما تحویل گرفتیم و شروع کردیم به خراب کردن. البته یه چالشی هم داشتیم، به خاطر اینکه خونه خیلی قدیمی بود و تمام لوله ها پوسیده بود. یکی از لوله ها ترکید و از طریق رایزر آب تا طبقه اول رفت. به خاطر همین مجبور شدیم که کلاً فلکه آب رو ببندیم و همسایه‌ها صداشون در اومد چون همه کولراشون آبی. یکی از چالش‌های دیگه‌ای که داشتیم، ساختمون چون قدیمی بود آسانسور نداشتش و ما مجبور شدیم که همه نخاله‌ها رو از پنجره با استفاده از قرقره بدیم پایین. و این آینه‌ای که دارین می‌بینید، کارفرما گفت من این آینه رو صحیح و سالم می‌خوام، صحیح و سالم درش بیارید و به جای دیگه اجراش بکنید. فکر کنید ما بین این همه نخاله این آینه رو چجوری صحیح و سالم درآوردیمش.